من در اینجا زندانی هستم. چندین بار کوشش کردم از اینجا فرار کنم ولی فرار کردن نتونستم. ادعای تجاوز جنسی بر یک دختر جوان در زیر حاکمیت طالبان. یک دختر جوان در کابل میگوید که سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان بالایش تجاوز کرده است. نگرانی ها در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان. نماینده آمریکا در سازمان ملل طالبان را دلیل نابودی اقتصادی افغانستان می‌داند. ستایش پکن و مسکو از دستاوردهای طالبان. نماینده های چین و روسیه در سازمان ملل میگوید که آمریکا نباید وضعیت بحرانی در افغانستان را به گردن طالبان بیندازد. بحران سیاسی و درگیری های مرگبار در بغداد. مقتدی صدر از مردم عراق عذرخواهی کرد. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب از آماج نیوز خوش آمدید. نوارهای تصویری که در اختیار آماج قرار گرفته است نشان می‌دهد که یک دختر جوان ادعا می‌کند که از سوی قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان تهدید، شکنجه و استفاده جنسی شده و قاری سعید خوستی با او به اجبار نکاح کرده است. این دختر جوان نامش الهه و دانشجوی طب است و پدرش نیز یکی از جنرالان نظامی پیشین بوده است. او گفته است که ابتدا طالبان او را زندانی و بعد در زندان بالایش تجاوز کردند. او همچنان افزوده که طالبان از حالتی که او را برهنه کرده بودند ویدیو ضبط کرده و با آن ویدیو بارها این دختر جوان را تهدید کردند. به گفته الهه، قاری سعید خوستی که در آن زمان سخنگوی وزارت داخلی طالبان بود در زندان او را مجبور به نکاح با خودش کرده و بارها بالایش تجاوز نموده و او را شکنجه کرده است. این دختر جوان افزوده که او تلاش کرده تا به پاکستان فرار کند اما از سوی اداره مرزی طالبان بازداشت و دوباره به کابل برگشتانده شده است. الهه در اخیر نوار تصویری خواستار کمک مردم شده و گفته است که بعد از نشر ویدیوهایش مطمئن است که کشته می شود. با وجود واکنش‌های گسترده فعالان رسانه‌ای در مورد نوارهای تصویری این دختر جوان، قاری سعید خوستی و نهادهای رسمی طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله با زور و جبر در ماه دل و وقتی سخنگوی برآل بودند در داخل ریاست استخبارات همراه من نکاح کرد. اونا شوهرم هستند و یعنی ما فعلا در داخل گلبار سنتر زندگی میکنم. من در اینجا زندانی هستم. چندین بار کوشش کردم از اینجا فرار کنم ولی فرار کردن نتونستم. بار قبل او مرا چندین بار لطکوب کرده بود. یک بار دیگه مرا لطکوب کرده بود که ویدیوها در اینترنت بلند شده بود. او چندین بار مرا لطکوب کرد. هر روز مرا لطکوب میکرد. او یک آدم بسیار وحشی است. لیندا گرنفلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفته است که طالبان اقتصادی افغانستان را نابود کردند. او افزوده که کشورش پولهای منجمد شده افغانستان را به طالبان نخواهد داد. خانم لیندا گرنفلد اضافه کرده است هیچ یک از کشورهای جهان که در مورد مهار تروریسم در افغانستان جدی هستند از دسترسی فوری و بدون قید و شرط طالبان به میلیاردها دلار دارایی متعلق به مردم افغانستان حمایت نمی کند. لیندا گرنفلد گفته است که طالبان به جای درخواست کمک از جامعه جهانی برای حل بحران‌های موجود در افغانستان، رهبر القاعده را در قلب شهر کابل پناه دادند. به گفته خانم گرنفلد، از زمان تسلط طالبان تا اکنون آمریکا و دیگر کمک کنندگان بزرگ بیش از 2 میلیارد دلار به گونه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فرستادند. کمک‌هایی که به باوری و عامل ثبات پولی افغانی در برابر ارز خارجی بوده است. نمایندگان چین و روسیه روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفتند که آمریکا نباید تقصیر وضعیت بحرانی افغانستان را به گردن طالبان بیاندازد. چین با ستایش از دستاوردهای طالبان مخالفت کشورهای غربی با تمدید معافیت سفر مقامات طالبان به دلیل نقض حقوق زنان را غیر معقول دانست. این جلسه شورای امنیت به درخواست روسیه برگزار شد که در آن نمایندگان روسیه و چین تلاش کردند وضعیت بحرانی اقتصادی و بشری افغانستان را حاصل مداخله نظامی آمریکا در 20 سال گذشته، تحریم طالبان و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان قلمداد کنند.
واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل گفت که در یک سال گذشته واشنگتن تلاش کرده است که ناکامی 20 سال جنگش در افغانستان و وضعیت وخیم کنونی را به گردن مقامات جدید بیاندازد. او با انتقاد از آمریکا گفت که بجای بازسازی و پرداخت غرامت به افغانستان، منابع مالی بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده است. لیندا توماس گرینفیلد در پاسخ به انتقادات نمایندگان روسیه و چین گفت که سیاست‌های طالبان باعث سرکوب و گرسنگی مردم افغانستان شده است. او با اشاره به میلیون‌ها دلار کمک بشردوستانه آمریکا به افغانستان در یک سال گذشته در انتقاد از روسیه و چین گفت که آنها بر رغم حرف زدن از کمک به مردم افغانستان، سهم خیلی ناچیز در ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به عهده گرفتند. گرینفیلد در واکنش به درخواست چین و روسیه برای آزاد کردن دارایی‌های بانک مرکزی گفت هیچ کشوری که در مهار تروریسم جدی است تلاش و ترغیب نمی‌کند که طالبان بدون قید و شرط به میلیون‌ها دلار پول مردم افغانستان دسترسی پیدا کنند. و افزود که افغانستان در حال حاضر سیستم قابل اعتماد برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی ندارد. گرینفیلد طالبان را به دلیل ناتوانی و سیاست‌های نادرست مقصر وضعیت بحرانی افغانستان دانست. او گفت که طالبان به عوض درخواست کمک از جامعه جهانی برای حل بحران‌های موجود در افغانستان به رهبر القاعده در مرکز شهر کابل پناه دادند. ژانگ جون سفیر چین در سازمان ملل در بیانیه خود انتقادات نماینده روسیه از رویکرد آمریکا به طالبان را تکرار کرد. او با ستایش از طالبان گفت که حکومت موقت افغانستان در یک سال گذشته توانسته است وضعیت امنیتی را به طور قابل ملاحظه بهبود بخشد و گفتگوهای سیاسی را با اقدامات چون برگزاری لوی جرگه در کشور تقویت کند. سفیر چین ضمن دفاع از تمدید معافیت سفر مقامات طالبان گفت که مخالفت با تمدید معافیت به بهانه وضعیت زنان افغان غیر معقول است. ژانگ عدم تمدید معافیت را به معنای بستن راه گفتگو با طالبان دانست و تاکید کرد که استفاده از این موضوع به عنوان ابزار چانه‌زنی و فشار بر طالبان نتیجه نخواهد داد. درگیری‌ها در بغداد، پایتخت عراق، بین حامیان مقتدی صدر، رهبر با نفوذ شیعی مخالفان مورد حمایت ایران و نیروهای امنیتی عراق ادامه دارد. آمار تلفات این درگیری‌ها تا لحظه تهیه این گزارش به 30 نفر رسیده و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. شهروندان بغداد صبح روز سه‌شنبه را با شنیدن صدای تیراندازی و انفجارهای متنوع آغاز کردند. درگیری به داخل منطقه سبز به شدت محافظت شده رسیده است که ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی را در خود جای داده است. روز دوشنبه بعد از آغاز درگیری‌ها، ارتش عراق اعلام کرد که هر نوع رفت و آمد در شهر ممنوع است. بعد از انتشار این اعلامیه، بسیاری از خیابان‌ها خالی شدند. خبرنگار الجزیره در بغداد میگوید در طول شب صدای تیراندازی را شنیده است. در شبی که سپری شد، در درگیری از سلاح‌های متوسط و سبک استفاده شده است. همچنین چندین انفجار در داخل منطقه سبز به وقوع پیوسته و سیستم دفاعی هوایی متعلق به سفارت آمریکا در منطقه سبز فعال شده است. به گفته این خبرنگار، وضعیت بغداد بسیار متشنج است و به نظر می‌رسد که تمام تلاش‌ها برای کاهش تنش تا اکنون بی‌نتیجه بوده است. برخی‌ها از رهبر مذهبی شیعیان در نجف درخواست کردند که برای حل اختلافات و پایان بخشیدن به درگیری‌ها پا به پیش بگذارد. در همین حال مقتدی صدر روحانی پرقدرت عراقی از طرفداران خود خواست مرکز بغداد را ترک کنند. آقای صدر پس از نزدیک به 2 روز درگیری شدید بین گروه‌های شیعی رقیب از مردم عراق عذرخواهی کرد. صدر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت این دیگر انقلابی نیست، زیرا ماهیت صلح‌آمیز خود را از دست داده است. این روحانی پرقدرت افزود ریختن خون عراقی ها حرام است. این در حالی است که سازمان ملل و چندین کشور خواستار حفظ آرامش و گفتگو برای حل اختلافات در عراق شدند.